اون دوتا ستاره ها شما هم که تو چهار جانبی امجدیه بوده بهتون دادن، لیگ دست سه اومدین. پرسپولیس مثل همون بچه‌ای میمونه که سر صف بهش جایزه میدن، خودشو همه بالاتر میبینه ولی نمیدونه که اون جایزه رو مامانش براش آورده. یادتون نیست که 6 تا خورده بودین، حالا واسه ما میگین از آسیا. 6 تا رو از خودتون در نیارید، یه سند رو کن که ما شر نذاریم. سند چی رو کنم؟ خیابانی خودش گفته من تو ورزشگاه بودم، خودش دیده که شما 6 تا خوردین. جواباشون یه مش نزنمت شبی برو من. ما 5 سال پشت سر هم جام آوردیم، شما چه کار کردید؟ بابا مسعود که باشه شانس میاد، 5 سال پشت سرم هی جام میاد. کیسه کشا لونگیا 6 تاییا. چتونه شبی خروج جنگی کافر رو ریختیم به هم. بابا خروج جنگی چیه؟ ما رفیقیم بابا، یه کلکل ریزی داریم. نگاه کن ما رفیقیم هم.